الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدا، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه دوم از آموزش اعتقادی امامی، یکی از بزرگترین امام سلف صالح اتباع التابعین، سفیان الثوری، تولد شده 97 هجری، وفات شده 161 هجری می باشد، رحمه الله رحمتا واسعه. ما در حلقه اول مقدمه از حیات، فعالیت، کتاب، اعتقاد و سخنهای سلف صالح را نسبت امام سفیان الثوری بیان نمودیم که چقدر عالم بزرگ بودند، از همه اتباع التابعین بزرگتر بودند. حالا باشد اعتقادی که انا همین سفیان الثوری رحمه الله به شاگردشون گفتند که بنویس و بیاموز، انا همین اعتقاد رو به شما میگویم. در آخر میگویم که این اعتقادشون رو از کجا گرفتیم و این کتاب موجود است. قال شعيب بن حرب قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد. سبحان الله. عباره اول، جمله های اول. شعیب بن حرب یکی از علمای سلف، بزرگترین علمای سلف، یکی از محدثین، شاگردی سفیان الثوری. شعیب بن حرب شاگردی سفیان الثوری هست، یکی از علمای سلف است، امام اهل سنت و جماعت است، استادی یکی از استادهای احمد بن حنبل است. شعیب بن حرب میگه که من به استادم ابو عبدالله سفیان بن سعید الثوری، سفیان پسری سعید الثوری، گفتم که به من بگو یک سخنی را از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که این سخنی تو از سنت به من چیزی را بگو که به من فایده بخشد در نزد الله سبحانه و تعالی. یک سنت را به من تعلیم بده، یک سنت را به من خبر بده که در نزد الله به من فایده بخشد. زمانی که من در بین دو دست الله در روز قیامت راست ایستادم و الله مرا سوال کرد و گفت که من این اخذت هذا، تو انا همین اعتقاد رو، انا همین عمل رو از کجا گرفتی؟ من بگویم که ای رب من حدثني بهذا الحديث، به من گفت این حدیث را، این سخن را، این سنت را سفیان الثوری. من همین حدیث را از سفیان الثوری گرفتم. من نجات میابم. یک حدیث را بگو که من همون عمل کنم و نجات یابم و در نزد الله مؤاخذه نشوم و تو باشی در نزد الله مؤاخذه شوی. الله اکبر. چقدر منهج بزرگی را در این شاگرد سفیان الثوری و در این علمای سلف صالح، امامهای واقعی در میابی. این است منهج سلف. یعنی ای کسی که تو تعلیم علم میگیری، ای کسی که تو از یک کسی می آموزی، تو به او بگو و برسان که به من چیزی را بگو که از الله و از رسول الله و از صحابه باشد و چیزی را بگو که وقتی که من در رو بروی الله استادم، الله مرا پرسید که انا همین عقیده را از کجا گرفتی؟ انا همین اعتقاد و عمل را از کجا گرفتی؟ این عمل، انا این اعتقاد. من بگویم که از فلان انسان گرفتم، انا این حجتش بود که الله مرا بگذارد و به نزد
مؤاخذه تو حکم را جاری بکند. من نجات یابم، تو به این حکم داده‌ات جواب بگویی. در اینجا منهج از دو جانب، منهج استاد و شیخ و منهج شاگرد، تعلیم دهنده و تعلیم گیرنده بیان کرده می شود. سلف صالح منهج شاگرد و استاد را تعلیم دادن چگونه باشد و تعلیم گرفتن چگونه باشد بیان کردن. شاگرد نباید در حق استادش، در حق شیخش غلو بکند و هر گفته او را که سیاه است، مخالف به سنت است، دیده و ندیده، فهمیده و نفهمیده بگیرد و کورکورانه پیروی از یک نفر بکند. بلکه شاگرد، یک کسی که تعلیم میگیرد از کسی، باید وقت سخنی استادش را بگیرد که موافق قرآن و سنت با فهم صحابگان است و وقت دید که استادش مخالف است و در روز قیامت جواب دادن نمیتواند، انکارش بکند و ردش بکند و همیشه به استادش تنبیه بدهد که ای استاد، ما شما را گوش میکنیم، شما بهترین هستید، اما وقتی که به دلیل و در نزد الله جواب گفته توانید. این است منهج اهل سنت و جماعت. در نزد اهل سنت و جماعت علما مقدس نیستند، یعنی بیگناه و بیخطا نیستند. وقتی که سخن علما موافق اهل سنت و جماعت، موافق فهم صحابه است، قبول است. وقتی که علما بناگاه خطا کردند، اگر خطاگیشون کفر شرک اکبر نباشد، ما میگیم معذور هستند، خطا کردند. به این خطای اجتهادی کرده اشون الله یک عذر میده. شرک اکبر، کفر اکبر را کرد، کافر است. اما علمای اهل سنت و جماعت الحمدلله که شرک اکبر، کفر اکبر رو نکردند. علماهایی که ما میبینیم که اهل سنت و جماعت وفات کردند، خطاگی های اجتهادی دارند. پیامبر گفتند اذا اجتهد الحاکم فاخطأ فله اجر فاذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران. یک عالم اجتهاد کند، در مسائل فروعات اجتهاد شدنش خطا بکند، یک اجر میگیرد، اجر اجتهاد. اما اجتهاد کند و موافق به حق آید، دو اجر میگیرد، هم اجر اجتهاد و هم اجر ثواب. از همین جهت ما در حق علمای اهل سنت و جماعتی که خطا کرده اند، بعضی از خطاگی هایی که اصول دین نیست، خطاگی های نازک است، سختگیری نمیکنیم به مانند خوارج ها. اونها را به بدی یاد نمیکنیم، بلکه میگیم رحمه الله خطا کرده است، الله سبحانه و تعالی ببخشدش. اما این در مسئله هایی که به اصول دین نباشد. یک عالم بیاد شرک جایز بگوید، یک عالم بیاد کفر بالطاغوت نیست بگوید، یک عالم بیاد مخالف دین برآید، البته که حکمش کافر است، شک نیست. چگونه که جهم ابن صفوان عالم بود، جهم ابن صفوان عالم بود. بشر المریسی چخیلی که دیروز به شما بیان کردیم، یکی از کسایی بود که شاگرد ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم قاضی قضات، شاگرد ابو حنیفه. بشر المریسی فقیه و محدث مشهور شده بود، لیکن کلام الله را مخلوق گفت و معتزله شد و عثمان ابن سعید الدارمی تکفیر کردند و تمام علمای سلف به اجماع تکفیر کردند، عالم تکفیر کردند، برای که کفر اکبر شرک اکبر کرد. از همین جهت فرق گذارید. عالم معناش این نیست که مقدس است و کفر شرک براش جایز است، نه، این غلط است. برای همین غلو در حق یک شیخ، غلو در حق یک عالم، غلو در حق یک طالب علم حرام است. حتی غلو کردن در حق دین جایز نیست، چی برسد یک عالم. لا تغلو فی دینکم، غلو در دینتون نکنید، از حد نگذارید. یک طالب علم تا زمانی که در اساس قرآن و سنت صحبت میکند، تا زمانی که به گفتهش جواب داده میتواند، تا زمانی که به گفتهش قرآن و سنت را به فهم خودش نه، به فهم صحابه، تابعین، اتباع التابعین میارد، حق است، نور دیده ما هست، دوستش میداریم. وقتی که خطا کرد خطا است، وقتی که کفر کرد، کفر اکبر رو کرد، کافر است. این خوب دقت بدید، این منهج اهل سنت است. سلف صالح به علمای خود همچنین تنبیه میدادند که تو فتوا بده، یک سنت به من نقل بکن، لیکن آماده باش که روز قیامت جواب میگویی. و این دلالت میکند که یک اشاره به علمای طاغوت بکنیم. ای علمای طاغوت، ای علماء السوء، امروز شما از بالای منبری رسول الله میبرید، شب و روز از نام دین الله دروغ میگید، از نام الله به الله دروغ تقول میکنید. و من تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا عنه الوتين. الله میگه هر کسی که ولو تقول علينا بعض الاقاويل، الله میگه اگر انا همین محمد بعضی سخنها را از نام ما میگفت دروغ، ما البته که
به این رو سخت میگرفتیم، سخت میگرفتیم، با یمین رگی دلش رو میکندیم. لیکن ای علماء السو، شما یک انسانهای عادی هستید، شب و روز از نام الله دروغ میگید، به الله دروغ میبندید، در دین الله، در اعتقاد و در حکم و در عمل. از الله ترسید. شما در روز قیامت روبرو میستید. هر کسی که شما فتوا دادید، او فتوا دهنده شما را به نزد الله میکشد. کسایی که فتوا باطل بودن رو، عقیده باطل بودن همین علمای سو را فهمیدند، به کفر شرک اونها همراه شدند، در روز قیامت همراه علمایشان هستند، همراه علمایشان میگذرند. احشر الذین ظلموا و ازواجهم، حشر کنید، از قبر بیرون کنید ظالم ها و اعوانهم، ازواجهم یعنی اعوانهم، کمک کننده هایشان را. پس احتیاط باشید ای کسایی که گمراه هستید و به سر خود طاغوت گرفتید، رب گرفتید علما رو، احتیاط باشید. منهج ما منهج همین است، قرآن سنت با فهم سلف این اومد. بعد از این که این تنبیه بزرگ را شعیب ابن حرب رحمه الله به سفیان الثوری رحمه الله گفتند، سفیان الثوری گفتند فقال یا شعیب، ای شعیب ابن حرب، هذا توکید و ای توکید. توکید در لغت زبان عربی به دو معنا میاد، اقرار، تثبیت، ثابت کردن و اقرار کردن و تأکید کردن. در معنای دومیش تأکید کردن، یعنی این ثابت کردن و اقرار کردن و چقدر تأکید کردن است، یعنی چقدر تو تأکید میکنی و سخت میگیری و اثبات میکنی. لیکن سفیان الثوری جواب گفتند، به مانند علماهای امروزه خیانتکاران نبودند. علمای سلف که وقتی که سخت کرده از او سوال کنی میرنجد، وقتی که رنجید دیگه به سوال تو جواب نمیدهد، سوال تی به سوالت اهمیت نمیدهد، سوال ها رو پوره جواب نمیگوید. اما علمای سلف اینچنین نبودند، زیرا که آموختنشون به خاطر الله بود، جواب دادن به سوال ها به خاطر الله بود، به خاطر شهرت نبود. قصه سفیان ثوری را دیروز دیدید که سفیان ثوری اگر شهرت میخواستند 10 سال فرار نمیکردند، 10 سال فرار کردند، 10 سال فرار کردند، بالاخره در حالت پنهانی وفات کردند، روی خودشون پنهان میکردند. پس بالاخره سفیان الثوری به شاگردشان یکی از سلفین اومد، شعیب ابن حرب، استاد احمد ابن حنبل، گفتند که اکتب، خوب دقت بدید، بنویس. البته که نوشتن این علم است و در زمان سلف صالح نوشته شده کتاب ها خیلی زیاد است و خود سفیان ثوری هم کتاب های نوشتهشون زیاد است، 3-4 کتاب های بزرگی که گفتیم. بنویس، گفتند اکتب بسم الله الرحمن الرحیم، بنویس، اولین کلمه و جمله که می نویسی این بسم الله الرحمن الرحیم باشد. بنویس، سخنی مرا نگفتند، اول گفتند که اول بسم الله الرحمن الرحیم نویس. برای چی؟ برای اینکه اقتدا به قرآن کردند. قرآن 114 سوره دارد، در 113 سوره در اولش بسم الله الرحمن الرحیم آمده است و سلف این امت میگن که قرآن انا همین طور نازل شد به آسمان دنیا و جبرائیل بودند که به رسول الله گفتند که در بالای هر یک سوره بسم الله نویس بجز سوره براءت، زیرا که براءت به براءت سر شده است که بسم الله الرحمن الرحیم براءت گفته نمیشود. و بعض از علما میگن که براءت این سوره انفال، عاقبت دوام سوره انفال است، برای همین بالاخره. اما در قرآن 114 بار، در اول سری سوره 113 و در یکی از سوره قصه سلیمان معروف است با سبع، ملکه سبع که انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم نوشتند، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم این آیت قرآن است، در درون قرآن نوشته شده است. سلیمان نامه نوشتند به یک زنی که پادشاه در یمن بود، به قوم سبع. انکنون بسم الله الرحمن الرحیم نوشتنش در اولی کتاب، در اولی نامه، در اولی یک درس، این سنت است. سنت بودنش از سلیمان. ببینید وقتی که نامه نوشتن اول گفتن که این به نام الله الرحمن الرحیم، این از سلیمان است و غیره. و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم این چنین. ببینید وقتی که نامه نوشتند در اولی نامهشون بسم الله الرحمن الرحیم نوشته بود.
از همین جهت همه علما و محدثین و علمای سلف صالح وقتی که یک چیزی رو می نوشتند اقتدا به قرآن و به سنت رسول الله می کردند، بسم الله الرحمن الرحیم رو می نوشتند. اما در حالت غذا خوردن وقتی که انسان غذا می خورد بسم الله الرحمن الرحیم گفتن این سنت نیست. سنت این است که پیامبر گفتند یا غلام سم الله کل بیمینک و کل مما یلیک. ای غلام، ای پسر بچه گفتند سم الله گفتند، قل البسمله یا قل بسم الله الرحمن الرحیم گفتند، سم الله گفتند، سم الله بسم الله، یعنی گفتند که ای غلام بسم الله گو. پس سنت همین است که در حالت نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم رو می نویسید، اما در حالت قرائت قرآن هم بسم الله الرحمن الرحیم گفتنش مستحب است. گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در نماز در رکعت اولش بخصوص بعضی از علما واجبات است گفتند و بعضی از علما یکی از سنت های مؤکده گفتند. بسم الله الرحمن الرحیم رو میگوید و اما بسم الله الرحمن الرحیم رو در غیر این حالت در مثلا خطبه کردن یا که در بخصوص طعام خوردن، به حاجت خانه در آمدن، پیش از وضو، پیش از غسل یا پیش از جماع کردن بسم الله الرحمن الرحیم نمیگید، بلکه بسم الله میگید. به نام الله گفته شروع میکنید، یعنی شروع میکنم به نام الله، طلب کمک از الله میکنم، از الله برکه میخواهم میگید و دست به طعام میزنید. بسم الله گفتن. علما بعضشون گفتن بسم الله الرحمن الرحیم گفتنش گفتن در پیش از طعام خوردن اگر همین همیشه بگویی قصد بکنی این حتی بدعت است، زیرا که پیامبر نکردند، خودشون همیشه بسم الله گفتند و تعلیم دادن که گفتن یا غلام بسم الله سم الله. بسم الله میگویی طعام میخوری، بسم الله میگویی آب مینوشی، بسم الله میگویی خواب میکنی، بسم الله میگویی میخزی، بسم الله میگویی به حاجت خانه داخل میشوی پیش از داخل شدنت و همه کارات رو به بسم الله شروع میکنی. الرحمن الرحیمش در اون جاهایی که گفتیم هست، دیگر جا نیست. بی حرف است، حرف جر است، بعد از خودش اسم رو نه فعل رو اسم رو مجرور میکنه. بسمی کسره این مجرور است، بسمی بنامی. پس الله نام دارد، الله نام دارد و الله نامهایش 99 تا است، اما این 99 تا فقط نامهایی هست که به ما خبر داد. نام الله از 99 زیاد است اما ما نمیدونیم، نامهایش رو خودی الله میداند. ان لله 99 اسما واحد الا 100. پیامبر در روایت امام مسلم است که میگن الله 99 نام دارد، یک تا کم 100 تا، یک تا کم 100 تا، اما نام الله منحصر فقط همین 99 نیست، بلکه پیامبر دعا میکنند و میگن اللهم انی اسالک باسمک، اللهم انی اسالک بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت احدا من عبادك او استأثرت به في علم الغیب عندك. ای الله، من به همون نامهای به تو دعا میکنم که نامهایی که خودت نامگذاری کردی، به بعضی انسانها خبر دادی و نامهایی که در نزد خودت هست تو هیچ کس نمیداند. پس بعضی نامهای الله دارد که بجز الله کسی نمیداند. پس نامی که الله به ما خبر داد، نام این توقیفی است، اسم الله توقیفی است. هر کس حق ندارد که از پیش خودش نام الله این است یا آن است گفت. نام الله همون نامی هست که در قرآن ذکر شد و در سنت ذکر شد. بعضی ها مثلا در تاجیکستان و افغانستان میگن باقی نام الله هست میگن، یا که قدیم نام الله هست میگن. البته که این چنین نیست. القدیم نام الله نیست، صفت الله هم نیست، بلکه این یک برآورده است. یا که به زبان تاجیکی خدا میگن در همین نام الله است میگن. این غلط است. الله در قرآن و پیامبر در سنت خبر ندادن که نام الله خدا است. نام الله 99 تا است، معروف است، در قرآن ذکر شده است و در سنت ذکر شده است و بزرگترین نام الله نامی انا همین رب العالمین الله است. انا همین الله تمام نامهای 98 دیگر نام به زیر خودش جمع میکند، همه معنای نامهای دارد. بزرگترین نام الله است. هیچ کسی تا امروز به خودش این نام رو نگذاشته است. این نام یگانه ذات الله است. گذاشتن این نام به غیر الله کفر است، کفر اکبر است. الله از اله که به صیغه مفعول معلوه و معبود گرفته شده است، یعنی الله همون اللهی که رب العالمین است، معبود است، خالق است و رازق است و تمام همه این 98 صفت نام ها را دارد، همین الله است. لیکن معنای خودش الله مشتق است، جامد نیست، گرفته شده است
از اله یعله معلوه معناش معبود است. یعنی الله یک ذاتی برحقی که تنها خودش عبادت کرده میشد، به قانون همین و به شریعت همین حکم کرده میشد. این نام الله است و بزرگترین نام الله است، اسم اعظم است. وقتی که گفتی الله، شیطان از نزد تو فرار میکند. تغییر نده، نام الله را خدا نگو، پروردگار نگو، خداوند نگو، بگو الله بگو. بعد از این بدون که هر نام الله معنی دارد و معنای نام الله صفت است. نام الله از صفتهای الله گرفته شده است. نام الله از صفتهای الله گرفته شده است. صفتهای الله از نامهای الله زیاد است. صفتهای زیاد است. مثلا ید الله، دست، رجل الله، وجه الله، چشم الله، عین الله. یعنی اینها صفتهای هست که از این نام گرفته نمیشود. پس 99 نام دارد و هر نام به خودش صفت دارد و غیر از این با صفتهای دیگر زیاد است. بسم الله، به نام الله، یعنی شروع میکنم. ابدأ، شروع میکنم به نام الله. از الله طلب برکت میکنم. الرحمن الرحیم، الالف لام این معرفه است، همون الله، الله که رحمان است و همون الله که رحیم است. رحمان است، این گفتیم صفتی ذاتی الله است که همیشه الله رحمان است. رحمان رحمتی که همیشه در این دنیا به همه رحمت کرده است. به کفار و مشرکین، کسایی که الله دشنام میتند، دشمنی به الله میکنند، کسایی که حتی انبیا و رسول را قتل کردند. فرعون لعین الرجیم که خودش را انا ربکم الاعلی گفت، من رب اعلی هستم گفت، لیکن الله به همون حیات داد، به همون نفس داد، به همون وقت داد. این رحمتی الله هست یا نیست؟ بله رحمتی الله است. الله اینقدر رحمت دارد که به سبب کفر شرکت یک بار تو را اذیت نمیدهد. برای چی؟ یک مرتبه فکر کردی؟ برای اینکه تو در نزد الله به مانند یک قنات پشه قدر نداری. برای اینکه این دنیا و همه آن چیزهایی که در بالای این دنیا هست و تو هم در جمله، من و تو هم در نزد الله به مانند یک مرچه قدر نداریم، برابر یک قنات پشه قدر نداریم. اگر یک پشه در نزد تو کمی صدا برآورد، تو انسان یک باره میخواهی که به پشه هجوم بکنی. لیکن الله اینقدر بزرگ است که اگر تو به مانند یک پشه یا از پشه پستر به الله کفر ورزی، کمی دیوانگی بکنی، الله دشنام بدی، به مانند یک پشه هستی که کمی غرون میکنی، الله برای همین یک باره تو را عقوبت نمیکند. اینقدر بزرگ نیستی که الله تو را یک باره به هر کارت یعنی جزا بدهد. معنا در همین است. چخیلی که شیخ العلامه علی بن خدیر و این چنین عبدالعزیز طرایفی و غیره اینا بیان کردن، خیلی زیبا است. این انسان است که انسان یک ضعیف است، انسان یک بگویم کوچک است، برای همین با پشه جنگ کرده میگردد. پشه به پیش بیاد، از عقب پشه این طرف آن طرف دو میکرد. اما الله خیلی بزرگ است. الله رب العالمین است. الله چقدر بزرگ است. کرسی الله اینقدر بزرگ است که زمین ببر، به همین آسمان های هفتگانه جمع بکنی، ببر به بالای کرسی پرتو، گویا که یک حلقه را به زمین پرتافتی. کرسی را بگیر به بالای عرش پرتو، گویا که حلقه را به بالای عرش پرتافتی. پس این زمین و آسمان ها در نزد عرش به مانند یک نقطه است. الله چقدر بزرگ است. الله اکبر. پس انا این است. بسم الله. الرحمن صفت ذاتی الله، الرحیم صفت فعلی میگند. یعنی رحیمی که فقط در روز قیامت به بنده های موحدش رحم میکند. در روز قیامت الله الرحیم فقط به بنده موحدش است، نه به کفار مشرکین. در روز قیامت الله رحمتش برای تنها موحدین است. بسم الله الرحمن الرحیم از همین جهت خیلی هم یک دعای بزرگ است. حدیث های ضعیف در این باب آمده است. من لم یبدأ بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. هر کسی که کارش رو به بسم الله الرحمن الرحیم شروع نکند، این کارش دنبوریده می شود، دوام نمییابد. البته این حدیث ها ضعیف است، لیکن در حقیقت بسم الله گفتن در تمام عمل برکه می آورد. این سنت رسول الله است.
سفیان الثوری رحمه الله به شاگردشون شعیب ابن حرب گفتند که اولین چیزی که بنویسی بسم الله الرحمن الرحیم نویس. بعد از این نویس یکم جمله شروع کردن القرآن کلام الله غیر مخلوق منه بدأ و الیه یعود من قال غیر هذا فهو کافر. انا همین قرآن که در بین من شما وجود دارد 114 سوره دارد کلام الله است. الله این قرآن گفت به آوازش به حرفش، غیر مخلوق است. الله قرآن خلق نکرد. الله نگفت که ای قرآن به وجود بیا، به وجود بیاید. چخیلی که جهمی ها میگن، چخیلی که اشعری و ماتریدی کفار میگویند که الله در درونش همین کلام بود، در درونش بود، کلام نفسی داشت، اما در درونش کلام نفسیش رو به بیرون برآوردنش به آواز نبود، به حرف نبود. الله به بیرون چخیل برآورد؟ خلق کرد. بالاخره علما میگویند که سخنی اشعری ها و ماتریدی ها سختتر و فریب دهنده تر و خطرناکتر از سخنی جهمی ها است. برای همین ابو اسماعیل الهیروی علمای عصر 4 و 5 در کتاب ذم الکلام، ابن قدامة المقدسی رحمه الله علمای 4 و 5 6 و 5 و 6 والله اعلم بود، و عبدالغنی المقدسی، ابن القیم الجوزی، ابن تیمیه و علما گفتند که اشعری ها و ماتریدی ها اینها جهمی و سختتر از جهمی کفار و مشرکین است. البته کلام الله، ما میگیم که قرآن کلام الله است، حرفش از الله است، معنایش از الله است. برای همین قرآن را معنایش را از پیش خودت تو حق نداری که معنا بدی. من قرآن این خیل میفهمم اون خیل میفهمم، حق نداری. قرآن همین آیت میخونی از الله است، معناش هم از الله است. معناش هم باید مراد الله، موافق به مراد الله فهمی. موافق به مراد الله کی میفهمی؟ همون وقتی که موافق به سلف صالح باشی. از صحابگان الله راضی شد و گفت فإن آمنوا بمثل آمنتم به فقد اهتدوا. اگر ایمان بیارید به مانند که صحابگان ایمان آوردن هدایت مییابید. اعتقاد شما، فهم شما در بالای قرآن اگر مثل صحابه باشد، این ایمانتان و اعتقادتان و فهمتان قبول است، الله شما راضی میشه. اگر فهمتان مخالف فهم صحابگان باشد، گمراه هستید، الله شما راضی نمیشد، غضب به شما میاد. گمراهی عذاب جهنم است. صحابگان چگونه فهمیدن؟ گفتن که قرآن کلام الله است، به حرفش و معنایش هم الله از الله است و به مراد الله فهمیده شد. مراد الله همون مرادی که پیامبر نقل کردند و همون مرادی که صحابگان از پیامبر آموختند. برای همین هر کسی که قرآن و سنت را به فهم صحابه نفهمد، پس به مراد الله نفهمیده است، گمراه است. یگانه طایفه‌ای که قرآن و سنت را به فهم مراد الله و رسول الله میفهمد، این اهل سنت و الجماعت است، زیرا که پیروان صحابه است. اهل سنت و الجماعت پیروی صحابه است. عمر بن عبدالعزیز گفتند الحمدلله الذی لم یجعل لاهل البدعه سلفا. الحمدلله که الله به اهل بدعت سلف قرار نداد. اهل بدعت یگان نفرش پیروی از صحابه ندارد. اشعری بیا کوبیا بگو که در کجا گفتند که صحابه ها کلام الله درون الله به هست، لیکن الله بیرون به برآورده نمیتواند، خلق کرده میبرد. کلام نفسی بیرون به خلق کرده میبرد. سخن اشعری و ماتریدی همین است. احتیاط باشین. اشعری و ماتریدی ها از همین جهت سلف صالح گفتند که اینا کفار هستند، جهمی ها را، و بعد از این دیگر علما گفتند که اشعری ماتریدی جهم است. نامش دیگه شد، نام دیگه شد. منه بدأ و الیه یعود. انا من قرآن از الله ظاهر شد. بدأ ای ظهره، ظاهر شد. یعنی همین قرآن کی گفت اول؟ به آوازش، به صوتش، به حرفش، به معناش کی گفت؟ الله گفت. و همین قرآن به الله باز میگردد، کلام الله گفته میشد، معناش هم از الله است. و این چنین انا همین قرآن در پیش از آمدنی در آخر الزمان، پیش از آمدن روز قیامت، پیش از شروع شدن قیامت، از بین مسلمان ها برداشته می شود. از درون این کتاب ها هم برداشته می شود، از درون قلب ها هم گرفته می شود. یکی از علامت های روز قیامت انا همین است که یک روز می شود از خوابت می خیزی می بینی که
نه در این کتاب ها ورق ها قرآن است، نه در دل حافظای قرآن است. قرآن به تمام برداشته می شود. فقط مسلمان های میمونند که لا اله الا الله محمد رسول الله میگن. نماز نیست، روزه نیست، فراموش میشد همه چیز. اما کفر بالطاغوت، براءت از کفار مشرکین، یکتاپرستی بود. اینها را مسلمان گفته میشد. برای که قرآن نیست، برداشته شد. فقط لا اله الا الله میماند. الله المستعان. از الله ظاهر شد، برآمد، کلام الله است و باز به سوی الله باز میگردد. اکنون ببینید، من قال غیر هذا فهو کافر. هر کسی که غیر همین سخن را گوید، فهو، پس او، اشاره به یک معین است، اشاره به معین است، به یک انسان معین اشاره کرده، تکفیر معین کرده که پس او کافر است. و این دلالت میکند یک چند چیز رو. این جمله، اولا هر کسی که کلام الله را مخلوق گوید کافر است به اجماع سلف صالح. عامه سلف صالح همین عقیده رو داشتند. جهمی ها رو هم مطلق تکفیر میکردند، هم تکفیر مطلق، تکفیر معین بود. نمیگفتند که هر کسی که کلام الله را مخلوق گوید کافر است، اما یک آدم معین بینن نه اول طول مسلمان استی، نمیدانی، جهل دوزر است، تعویل دوزر است، نگفتند. چه خیلی که معروف است قصه احمد ابن حنبل رو با مأمون ببینید. تکفیر کردن مأمون رو. وقتی که از قبر مأمون نزدیک تبریستان میگذشتن گفتند لا رحمه الله، الله رحمتش نکند، لعنه الله، گفتند الله لعنتش کند که همه را گمراه کرد. گفتند بعد از این امام شافعی رحمه الله وقتی که به بشر المریسی، همون بشر ابن غیاث المریسی، بحث و مناظره کردند در مسئله کلام الله، امام شافعی بشر المریسی رو تکفیر کردند. تمام این امت تکفیر کردند. تمام این سلف صالح جهمی رو به عین تکفیر کردند. حتی جهمی رو در خراسان به قتل رساندند، مرتد. استادش جعد ابن درهم رو در روز عید قربان در بغداد بود، والله علم در عراق، یکی از امیرها خست و گفت که ای مسلمان ها، امروز گوسفندهای خودت بعد از نماز عید قربانی کنید، من جعد ابن درهم به الله قربانی میکنم. برای چی؟ برای اینکه این دعوا کرد که الله به موسی سخن نکرده است، یعنی کلام الله هم مخلوق گفته است. الله اکبر. این بود سلف صالح. وقتی که امام شافعی رحمه الله در مصر همراه حفص الفرد بحث و مناظره کردند در مسئله کلام الله، گفت که کلام الله مخلوق است. یک بار گفتند که کفرت بالله یا کافر، گفتند کفر ورزیدی، کافر هستی، به الله کفر ورزیدی، ای کافر. گفتند پس ای جهمی ها، ای گمراه هایی که امروز شما میگویید که تکفیر معین کرده نمی شود، تکفیر صرف تکفیر مطلق بود یا عام بود، پس شما گمراه هستید، از منهج سلف صالح دور هستید. بلکه هر کسی که کفر اکبر و هر کسی که شرک اکبر رو کرد تکفیر کرده می شود. حالا اینکه مسئله کلام الله به مراتب پایانتر است از دشنام دادن الله، یا که از قبر پرستی، یا که از دیگر چیزها. البته اینم عاقبتش الله هم مخلوق گفتن است. کسی که کلام الله مخلوق میگه برای چی تکفیر شد؟ برای معالش. نتیجه سخنش این است که الله هم مخلوق گفت. امروز ما وقتی که دعوت میکنیم به ما اهل بدعت میگن که ای ابو محمد مدنی، ای کسایی که اهل توحید هستید درس میدید، شما از آداب و اخلاق شروع کنید، این کنید اون کنید. مرحمت. سفیان ثوری به شاگردشون یک بار گفت، شروع کرد. انسان ها فرق دارد. و انسانی که البته که میخواهد که یک چیزی بزرگی رو از شما بگیرد، همچنین تعلیم میدید. دعوت از دعوت، تعلیم، تدریس فرق دارد. بارک الله فیکم. و بالاخره سلف این امت اجماع میکردند که کسی که قرآن مخلوق گوید کافر است. بله، آذری را چی؟ یک کس قرآن مخلوق گفت کافر شد، اما یک کسی دیگر آمد قرآن مخلوق نگفت، قرآن مخلوق گوینده رو کافر نگفت، گفت که انمین آدمی که قرآن مخلوق میگوید خیر مسلمان است، من کافر نمیگم. سلف این اومد گفتند این علم ما یقول فهو کافر و این جهل بدع و علم او بین له. یعنی اگر یک آدم بیاید و قرآن مخلوق گفته را تکفیر نکند،
آزیری شود. آزیری عذر بدید. قرآن و کلام الله را به مخلوق گفته را گوید که مسلمان است بگوید اگر معنای همین سخن را فهمیده، مقصد و معنای همین سخن را فهمیده تکفیر نکند، دیده و دانسته کافر است. یک بار کافر است، برای که دیده و دانسته تکفیر نکرد. کلام الله مخلوق گفته را تکفیر نکرد، دید دانست فهمید. اما یک کسی معنای همین سخن را نفهمد، آدمی خیلی جاهل باشد، مبتدع گفته می شود، اول حجت رسونده بعد تکفیر میکند. آزیری حکمش ببینید، آزیری حکمش از سلف صالح. اگرچه اینجا در این چیزی که حالا از سفیان ثوری ذکر کردیم ذکر نشد، ما این را به شما شرح داده بودیم در کتاب شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی که وفات کننده 164 هجری و وفات کننده ابو حاتم الرازی 177 هجری بودند. دو بزرگترین علمای سلف اجماع حجاز و شام و عراق و مصر نقل کردند که انمین است حکم عذر المشرک، و ما هم حکم عذر المشرک را همچنین از سلف صالح گرفتیم و عقیده امام ثوری هم رحمه الله همین است که در دیگر کتاب‌هایشون و عباراتشون ذکر شده است. فهمیدین؟ اکنون امروز اشعری ها و ماتریدی ها میگن که ما جهمی نیستیم، ما اشعری، ما جهمی نیستیم، ما ماتریدیم. در ایمان سخن اشعری و ماتریدی به مانند جهم ابن صفوان است. در مسئله تقدیر سخن بخصوص اشعری ها، در مسئله تقدیر ماتریدی ها خوب هستند، به اهل سنت نزدیک هستند، کمی مشکلی دارند، لیکن اشعری ها جبری 100% جهمی هست. در مسئله حکم الله یک طاغوت پرست است و در مسئله لا اله الا الله میگد که فقط توحید ربوبیت است. در مسئله اسما و صفات جهمی است. الله در بالای آسمان نیست، کلام الله سبحانه و تعالی مخلوق است و دیگر صفات الله انکار میکند. اینها اشعری و ماتریدی هستند. نام دیگر است، نام و جهمی بود در زمان سلف، نام اینها جهمی بود، نام اینها اشعری و ماتریدی است. همین مشکل یک مشکلی است، لیکن با ما نام فرق ندارد. نامش اشعری میماند، نامش نمیدونم انورعلی میماند، نامش تبر میماند، نامش چیز بیماند، لیکن ما نظر میکنیم به همون اعتقادش. وقتی که اعتقادی یک نفر به مانند اعتقاد فرعون شد، یک نفر امروز خست نامش فرعون نیست، خست انا ربکم الاعلی گفت، این فرعون گفته میشد. ابو جهل نامش ابوالحکم بود، ابو جهل کنیه گذاشتند، امر را ابوالحکم بود کنیهش، ابو جهل پیامبر کردند، فرعون این امت نام گذاشتند، فرعون گفتند، حالا که کفر فرعون را به مانند فرعون نکرد، لیکن همین صفاتهای فرعون داشت. و این چنین هر کسی که یک کفر را بکند و شرک را بکند که در زمان سلف صالح به سبب همین کفر اکبر و به سبب همین شرک اکبر یگان جماعت رو تکفیر کردند، یگان انسان رو تکفیر کردند یا جهمی گفتند و غیره. اگر در این روزی ما هم به نام دیگر براید و همون کاری جهمی کرده و همون شرک اکبر کفر اکبری که سلف تکفیر کردن بکنند، ما هم تکفیر میکنیم. در زمان سلف جهم ابن صفوان برآمد، همین عقیده های را گفت، سلف صالح تکفیر کردند و پیروانش را جهمی گفتند. جهمی یعنی کافر میگفتند. بعد از این مذهب اشعری برآمد و ماتریدی برآمد، همین کفر اکبر و شرک اکبر را گفت. ما به خاطر اشعری بودن ماتریدی بودن دیگر نمیکنیم، ما نظر میکنیم به کفر و شرک، عیناً همین کفر و شرک است، تکفیر میکنیم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. با همین جمله این حلقه درسی رو هم به پایان میرسانیم، زیرا که جمله بعدی سفیان ثوری خیلی جمله بزرگ است، درباره ایمان است و خود شما میدونید که ایمان خودش یک چند حلقه میخواد. اگرچه ما مختصر میکنیم و یک حلقه با صحبت میکنیم درباره ایمان زیاد و کم شوی و غیره و غیره در این مسائل. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.